چطور این دوستان؟ به یک قسمت دیگه از برنامه آشپزی با پویا خوش اومدین. امروز قصد دارم بهتون آموزش بدم چجوری خورشت بادمجون البته با مرغ درست کنید. بریم برای مراحل آماده سازی. برای خورشت بادمجان که بخوایم برای 4 نفر آماده کنیم به 4 عدد کدوی متوسط احتیاج داریم، 3 عدد گوجه فرنگی، تقریبا حدود نیم کیلو مرغ که حتما باید از ران و طهران تهیه بشه که خب طعم خیلی بهتری رو داره. البته میتونید از قسمت سینه هم استفاده کنید. فلفل دلمه‌ای که البته اگه رنگی باشه خب قطعا رنگ و اون طعمش رو متفاوت میکنه. حدود نیم کیلو بادمجون، چند قاشق رب گوجه فرنگی. ادویه و چاشنی هایی که ما مورد نیازمون هست برای این غذا: مقداری آب لیمو، زعفرانی که از قبل دم کردیم، پودر سیر، ادویه مرغ، نمک و فلفل. در ابتدا من پوست کدوهامو میگیرم. به این صورت که میبینید و سر اون رو جدا نمیکنه. الان میخوایم بادمجون هامون رو پوستشون رو بکنیم. قبل از اینکه پوست بادمجون هامون رو بکنیم چوب اونها رو به فاصله 1 سانتیمتر جدا میکنیم از سرش. این قسمت رو میندازیم دور و این قسمت هایی که حالت پر مانند داره رو هم احتیاج نداریم. یک برش نازک روی خود این قسمت ایجاد میکنیم چون ما نمیخوایم قسمت سبزش کنده بشه. همین مقدار باید از قسمت سر به بادمجون ها چسبیده باشه که موقع سرخ شدن از همدیگه وا نرن یا باز نشن. خب از این قسمت ما شروع میکنیم به پوستگیری. این کار خیلی با دقت انجام بدید چون که ما نمیخوایم آسیبی به قسمت این پوست سبزش بزنیم. از اونجایی که بعضی از بادمجون ها ممکنه اون دونه یا به اصطلاحاً تخم بادمجونشون زیاد باشه و حالا طعم تلخ داشته باشن و ما نمیخوایم این ریسک رو انجام بدیم که غذامون تلخ بشه، بعد از اینی که بادمجون هامون رو پوست گرفتیم، حالا بسته به سایزی که این بادمجون ها داره، اگر که کوچیک باشه 1 برش از وسط از این قسمت، 1 برش هم کفایت میکنه. به این صورت وسطش رو باز میکنیم و مقداری نمک به وسط اون اضافه میکنیم. همین مقداری کم. همونجور که میبینید بادمجون هام رو هم پوست گرفتیم و الان آماده طبخ هست. بهش هم نمک زدیم که هم برای طعمش و هم برای اینکه اگر تلخی داره گرفته بشه. از اونجایی که از اینها میخوام داخل خورشتم استفاده کنم، گوجه هام رو از بالا یک حلقه کوچیک به این شکل که به دردمون نمیخوره و مابقی حلقه ها رو سعی میکنیم تقریبا یک اندازه در یک ضخامت 2 سانتی. بعد از اون نوبت میرسه به فلفل دلمه‌ای هامون که من از نصف هر کدوم از فلفل دلمه‌ای ها بیشتر احتیاج ندارم، بیشتر برای رنگش و اون عطر و بویی که به غذا میده. به صورت حلقه‌ای من فلفل دلمه‌ای رو برش میدم. این مقدار کافیه چون نمیخوام طعمش غالب بشه و هر حلقه رو از وسط
به این شکل تقسیم میکنم. میریم سراغ رنگ بعدی. هر چقدر که رنگاتون متفاوت تر باشه خب قطعا رنگ غذاتون هم خیلی زیباتر میشه و باعث میشه که خب وقتی که میخواین غذا رو میل کنید اشتهای بیشتری نسبت بهش داشته باشید. برای سرخ کردن مرغ هم بعد از اینی که زیر گاز رو روشن کردیم بهش مقدار روغن اضافه میکنیم و قبل از اینی که روغنمون خیلی داغ بشه بهش مقداری هم از اون عصاره آب زعفران اضافه میکنیم، چون که میخوایم که اون بوی زهم مرغ رو به خوبی بگیره و مرغ هامون رو توی همین مرحله بهش اضافه میکنیم، یکم اون رو تکون میدیم تا نچسبه. بعد از اینی که یک مقداری اون روغنمون به قلقل کردن افتاد در مایتابمون رو میبندیم و اون رو به مدت 10 دقیقه به حال خودش رها میکنیم. خب بعد از گذشت تقریبا 10 دقیقه که ما شعله اون رو البته ملایم گذاشته بودیم، مرغ هام رو برمیگردونم. دقت کنید که ما توی این مرحله نمیخوایم مرغمون کاملا سرخ بشه، فقط میخوایم یه مقدار رنگش عوض بشه و بوی زهمش توسط زعفران گرفته بشه. مجددا 5 تا 10 دقیقه میذاریم این سمتش هم بپزه. توی این مرحله میخوایم بادمجون ها و کدوهامون رو سرخ کنیم. تقریبا 3/4 لیوان بهش روغن اضافه میکنم و زعفران رو هم که از قبل گذاشتم داغ شده. قبل از اینی که بخواد حالا اون روغنش پرتاب بشه کدوها رو بهش اضافه میکنم توی یک سمت مایتابه. بعدش هم بادمجون ها بهش نمک زدیم و در مقابل هوا قرار گرفت، هم یک مقداری به اصطلاحاً آب کنده و همینی که مقدار رنگش عوض شده. این رو به مدت هر 5 دقیقه باید بهش سر بزنیم و هر زمانی که کاملا سرخ شد و رنگش برگشت اون زمان آماده هست که ما اون رو به مرحله بعدی منتقل کنیم. خب بعد از گذشت تقریبا 5 دقیقه یه مقدار اونا رو باید زیر رو کنیم تا اون سمتش که سرخ نشده سرخ بشه. خیلی هم داغ و پرش های روغنش هم زیاده. این پرش روغنش بیشتر به خاطر خود آب بادمجون ها هست که از قبل بهش نمک زدیم. خب این من به مدت 5 دقیقه دیگه میذارم تا کاملا روی شعله ملایم سرخ بشه. خب مجددا بعد از اینی که 5 تا 10 دقیقه گذشت ما دیگه کدوهامون رو برمی‌داریم که نمیخوایم خیلی نرم بشه، فقط می‌خواستیم دو طرف اون همونجوری که توی تصویر می‌بینید کاملا سرخ بشه. معمولا تایم پخت بادمجون بیشتر از کدوها هست به خاطر اینه که اون بافتش بافت ضخیم‌تری هست و سایزش هم معمولا بزرگتر از کدوها هست. البته کلی این زمانهایی که من حال دارم بهتون میگم بستگی به اون سایز کدوها و بادمجون هاتون هم داره. نمیشه قطع یقین بگیم که مثلا یه دونه بادمجون و یه دونه کدو مثلا توی n دقیقه یا توی 5 دقیقه مثلا میپزه. اینا همه چیز متفاوت هست. بعد که بادمجونای من پخته شد یک مقداری اونا رو حالا من باز میکنم و میذارم صفحات داخلش رو هم که حلقه حلقه کردیم به این صورت
بپزه که هر لایش هم جدا توی روغن پخته بشه، چون اینجوری اون لایه وسط هم که معمولا بهش حرارتی نمیخوره پخته میشه. دقت کنید که این کار با ملایمت انجام بدید تا این قسمت سرش قطع نشه. مجددا ما اینو به مدت 5 دقیقه بهش صبر میدیم تا به خوبی بپزه. خب بعد از گذشت تقریبا 10 دقیقه به بادمجونامون سر میزنیم. این دیگه همین مقدار کافیه، چون نمیخوام بیشتر از این هم سرخ بشه. ما بقیه مراحل پخت رو باید بذاریم برای پخته شدنش با باقی موادی که داریم. خب ما کلیه موادمون سرخ شد. الان گوجه هامون رو توی کف ماهیتابه میچینیم. حالا بستگی به سایز ماهیتابه‌تون داره که میتونید حالا همه ماهیتابه‌تون رو گوجه بچینید یا اینکه حالا یک بخشی از اون رو بهش گوجه اضافه کنید. من نمیخوام کاملا هم کیپ بشه، یک چند قسمتش رو بهش گوجه اضافه میکنم. بعد از اون بادمجون هام رو میذارم یک قسمت و حالا نوبت به مرغ هام میرسه. کدوها که از همش لطیف تر هست رو روی قسمت رو میذارم. نوبت میرسه به فلفل های دلممون که برای عطر و طعمش توی جاهای مختلف اون قرار میدیم. بهش حالا آب رو اضافه میکنیم. باید به میزان این آب رو اضافه کنیم که تقریبا همه اون رو در بر بگیره. خب همین مقدار کافی هست. ما شعله اون رو ملایم میکنیم و میذاریم به مدت 2 ساعت تا 3 ساعت با شعله ملایم بپزه. خب تقریبا 2 ساعتی از پخت غذامون میگذره. غذای ما تقریبا آماده هست و توی این مرحله آخر بهش مقداری آب لیمو که میتونید از لیموی تازه هم استفاده کنید، مقداری زعفران، نمک و فلفل اضافه میکنیم. فلفل سیاه همین مقدار کم، برای که حالا نمیخوام خیلی طعمش عوض بشه. و توی این مرحله ما رب رو به غذامون اضافه میکنیم. همیشه توی مراحل آخریه غذا ما این موارد رو اضافه میکنیم، چرا که میخوایم طعم اون غذا حفظ بشه و اون طعم غذا از بین نره. یک مقدار اون رو به این صورت هم میزنیم. نیاز نیست که حالا خیلی نگران باشیم برای این غذا که حالا این ربش به همه جا پخش بشه یا نه. حتی 5-10 دقیقه دیگه که خودش توی همین آب مرغ باشه خودش حل میشه و مجددا اونو هم میزنیم تا ربش به خوبی به کل غذای ما اضافه بشه. همینجوری که میبینید ما هیچ گونه همی به خود مرغ نزدیم. مقداری از این ربش رو که الان دیگه تقریبا حل شده روی مواد و متریالمون اضافه میکنیم. در اون رو میبندیم و میذاریم نیم ساعت دیگه به خوبی بپزه
بعد از اون دیگه غذای ما آماده است. نتیجه کار رو ببینید که چقدر خوب شده. یک خورشت بادمجان کاملا مجلسی با ته‌دیگ سیب زمینی بهشتی. نوش جان.